و سیمی پور. سیمی پور جای شما سبز، به قول امیرعلی بچه‌ها جای شما سبز باشه. بفرمایید. جوش کنه باز مرا بیهوش کنه، باقلاقات رو قدوش کنه، باز مرا بیهوش کنه. خب الان آلو مسما بیاد بره بغل بکن تا صبح بخوستم. می‌بینید چه خاکی داریم سر. این باقالی خورشه باقالی خورش. دست بردار دست خانم یه ذره به من امان بده. سعادت دارم من این املت رو در فضای باز بچه‌های عزیز در کنار ستاره فود و ای کاش حالا که اولین بار. سلام روزتون بخیر دوستان. سلام روزتون بخیر باشه. یه جور سلام میگه من آدم مثلا میترسه که شما روز جمعه چجوری این انرژی داری آخه. نه اونقدر انرژی ندارم دوستان. ما همیشه شب دیر خوابیدم. ما همیشه خونه ما جمعه که ما بچه بودیم همیشه صبح رادیو روشن بود. این یه دونه برنامه میداد جمعه صبح، نه صبح با رادیو بود، صبح جمعه بود، چی بود مردم میگن سلام صبح بخیر از خود پاره میگن. یعنی مردی صبح جمعه چجوری ما انرژی داری آخه. نه خیلی مامان عادل باحاله. من اوایل که ازدواج کرده بودم اینقدر برام عجیب بود که هنوز کسی هست که رادیو گوش میده. آره مامانش از صبح که بیدار میشه رادیو میذاره و خیلی برام جالب بود. تلویزیونم خیلی نگاه میکنم ولی رادیو بیشتر. بعد من همین تلویزیون خودمون رو به زور به زحمت روشن میکنم. بچه‌ها امروز قرار بودش که با دوستای خودم برنامه بذاریم برای بیرون ولی مهسا شرایط نداشت دیگه کنسل کرد. گذاشت برای هفته دیگه به امید خدا. دیگه گفتم که از فرصت استفاده کنم این هفته رو کنار خانواده باشم. دیگه بهشون پیشنهاد دادم که با ما بیان طبیعت گردی و قبول کردن. قرار سیمین، هستی جون، زینب جون همراه ما باشه و مریم که از سمت خونه خودشون میاد چون آخر هفته ها میره خونه خودشون. دیگه آماده شدم مسائل رو جمع کردم. قراره بیرون غذا بگیریم. حالا بهتون میگم چی. امروز همراه من باشید. امیدوارم که به شما هم خوش بگذره. ولی امروز سومین هفته است که ما اهمیت میشیم. آره منتظریم که سیمین جون و هستی جون بیان بریم دنبال زینب. منم که طبق معمول آخرین لحظه لاک میزنم که لاکم جایی نخوره و خراب نشه. دارم بنزین دارم بزنم. نداری؟ فکر کنم دارم. قرار صبحونه هم بیرون بخوریم بچه‌ها. املت چه زحمت کشیده آمیزه گرفتی؟ نه دیگه عکس دیشب چیزم گرفته زینبم گرفته. خواهیم با هم میخونیم. سلام علیکم خوبی وسایل مورد نیاز ما. سلام بچه‌ها روزتون بخیر باشه. امروز روز گردشگری خانواده ته‌بازی. خیلی اون بچه مکدره بچه‌ها من نمیدونم چرا خسته است. هممون دیشب خیلی دیر خوابیدیم و امروز ولی همچنان ما پرقدرت میریم برای یه روز عالی. هستی چرا نمیاد؟ هستی؟ بیا دیگه قشنگم دیره. زینب پایین ها منتظره. ببخشید ولی من بیزنس وومنم باید نه تنها همستر خودم رو بزنم همستر مامانم. بیا داخل ماشین میزنیم. بودو چطوری؟ روزت بخیر. خیلی سخته بعد مهمونی صبح زود پاشی. خیلی چرا؟ چی شد؟ نه ماشین نه برده کارواش نه لاستیک عادل بعد مدت ها بچه‌ها ماشین رو تمیز کرده اصلا ماشین برق میزنه. فقط لاستیک رو ببینیم بچه‌ها لاستیک رو ببینیم چه تمیز کرده شوهرم. برق میزنه خدایی. ما الان دیشب دیر خوابیدیم ولی امروز پرقدرت داریم میریم جلو. انشالله که به ما خوش میگذره به شما هم در کنار ما. بریم دیگه. با اینم روی جا نداره میگه رو خودت. آره باید داخل بذاری. آقا تو چی داری میاری مگه خانم؟ تو چی داری میاری؟ همه وسایل خوراکی با من بود دیگه خواهر. پیکنیک، زیرانداز، صندلی. تا بیا باز. نزالم شروع کرده. بچه‌ها نمیدونن من وسواسیت دارم. سلام و درود خدمت دوستای محترم. چه خبره؟ بده من خانم بده. این فقط ناله دیگه. فقط چیزای ریخ رو پام اصلا ریخ. دست از سرمون برداشت این باتری این پای این پاره بود. الان میره زیر پای شوهر خاله اونو در بیا. خطرناکه آبوشون افتاد زیر پا. با چی هست؟ آب نه خانم نه با خطرناک نگران نباشی. نیست خانم بمب مگه عزیز من بمب میره زیر پاش. یه لحظه صبر می‌کنین. بله معلومه که روز ما خوب شروع شده. انشالله که خوب تموم بشه بچه‌ها. چی جب میره اینا؟ افتاد میره پاش. ناراحتی دارن این بچه
تا صبح که بیدار میشن عادت ندارن که مشکلات روانی سر صبح خانه بلند شن به زندگی عادی برسن. وقتی زن یه دختر تا 12 صبح ستاره گفت تو خریدی آبالماله میگم نخرید. ببین اصلا اینجور بیادبن ها میدن صحبت میکنن نمیخوام عضوتو نمیپذیرم. دیگه ساکت شد. همینو میخواستی؟ میخواستم نبی خوبی؟ قربونه داشتم میریم که روز خوبه. ماما یکم آرام آهستگی زندگی کن. بچه ها ما رسیدیم رضوان شهر برای نهار. میخوایم ماهی پلو بخوریم. اینجا از این ماهی پرورشی ها البته داریم میگیریم. من که بلد نیستم پاک کنم. سیمینم میگه من بدم میاد. به همین آقایی که فروشنده است گفتیم برام پود کنه. ولی تو مریم بلده؟ مریم نمیدونم دوست داره، شاید خوشش میاد چون ماهی خیلی دوست داره. من اونقدرم ماهی خور نیستم ولی تو طبیعت حال میده دیگه. حداقل خونه بوی ماهی نمیگیره، روغنی بر اون بر نمیپاشه دیگه. بچه‌هام تو ماشینن حرکت کردیم دیگه. به مریم زنگ میزنم که مریم از سمت خونهشون به سمت اورماملال حرکت کنه که همدیگه رو ببینیم. اون سمت فکر کنم آنتن نداشته باشیم. آره حالم بد شد. ستاره لازم بگرم به خاطر مرگش اینقدر ناراحتی. مرگ کی آخه خانم؟ مرگ ماهی. مرگ ماهی هر چیزی عمری داره دیگه. خدا رحمت کنه. امروز هم اون مرد. نمیخوای بخوری لذت. حالا ماهی بس بود. فکر کردم کم بود دیگه واسه همون. گفتی یکی دیگه بگیره. آره. دیدی من نمیدونستم آخه ماهی کم. خوبی؟ نفس عمیق با چشاتو ببند. نفس عمیق. آفرین. یکی دوباره عمیق. دیگه عمیق نکش. عمیق نکش. ببین من نگاه عمیق. ببین ببر تا قفسه سینه باید تمرکز بگیر. بچه بذار بدونه چی کار میخواد بکنه. باید چند لحظه دیگه بمونیم بنده خدا تا چیز بشه. اب نداره. بمیره. وای چه صبح جمعه. اومدیم همون سوپرمارکت همیشگی. جای بچه ها خالی. یکم هم زیتون میخوایم مادر. این داره اصلا. چون همین که آوردم چیز خاصی برای امروز احتیاج ندارم. همینا رو گرفتم. یکم میخواید بیسکویت بگیرین و گشنشونه تو راه یه چیزی بخورن. خوشمزه. آبی بود میگفتی یک آبیه. این سراشیبیه نه مریم پایینه. برای بالا اومدن ولی فکر کنم بذاری سخت بود. فقط این اون سمت رفت پارک کرد. جا بودی رفتی. اینا مریم ما بگم نیست بریم تو اون ماشین. سوال خودشه. سلام این شما و این مریم. سلام بچه‌ها، خوبین؟ خوشین؟ چطورین؟ ستاره اومد با من داریم میریم طبیعت گردی. دست ستاره درد نکنه. دوباره برنامه ریزی ها همه چی با خودشه دیگه. اینجا هوا خیلی خوبه امروز، خیلی خوبه ولی طرف خونه ما بارون بود. حالا جالب اینجاست که از اینجا تا خونه مریم اینا بچه‌ها 10 دقیقه است. انظری هم البته بارون اومده بود دیگه. داشتیم می اومدیم بند اومده. من یه ذره نگران زمین بودم که خیسه و اذیت میشیم. عادل وسایل آورده ولی بچه‌ها این سمت اصلا انگار بارون نیومده. مشکل خیلی جالبه ها. من بیدار شدم بارون بود، گفتم بهت پیام بدم بارون خیلی زیاده. بعد گفتم نه بابا شاید داره بند بیاد ولی همچنان طرف ما بارون بود. ما هواشناسی رو نگاه کرده بودیم میدونستیم ولی گفتیم خب دیگه یه روزه حالا یکم بارون هم باشه چی میشه. عالی عالی. من اینجا وایساده بودم همه داشتن پلاستیک می‌خریدن. حالا اینا آروم میرن تا ما برسیم. چقدر جادهش داغون شده این و فکر کنم از پارسال تا حالا نیومدم. منم که آخرین بار با خودتون اومدم همونه. چه کیفی میکنن دوچرخه سوارا اومدن این مسیر. یه گروه خیلی زیادی هم مثلا یه سری اونجا داشتن استراحت میکردن. عادلم که جلو جلو داره میره چون اوایل یکم شلوغ بود. میخوایم بریم یه جای خلوت‌تر که راحت باشیم. داریم
اگه ما ماهی نمیخریدیم یه دونش هم باز نبود. آره صدا. و چقدر کافه رستوران باز شده. خیلی خوش آب و هوای اینجا. آره بچه من زحمت کشیدم تا اینجا آوردم. اونو بردار گله کثیف میشه. این بر شینگار اون قسمت کثیفه این بریه. خب این هم میخوای بندازیم این بر. میخوای منم واسه خودم میارم روی میندازم. آره بیا. آره بابا ما الان اومدیم بالاتر که نه اذیتمون نکنن راحت باشیم. بچه‌ها خیلی جای دنج، صدای آب رودخونه واقعا دلنوازه و اینکه الان میخوام من چیز کنیم صبحونه رو بزنیم به رنگ و من یه نیم ساعت تو طبیعت زیبای بکرمون و بدون صدای موزیک حال کنیم. بچه‌ها من تنها استرسم اینه که اینجا سر بخورم. نه چرا اینو پوشیدی آخه دمپایی میپوشیدی؟ دمپایی آوردم این برای عکس و اینا. چون میخوام ضربه مثلا دیدی برای چی گرفتم؟ آره من الان دیدم. بچه خامه. نه بجز ماست. بجز خامه. گفتی کرم من میرسم میگیری. ما چی پس؟ ما هم دیگه میخوریم. نه ما چی؟ گفتی برای اون خریدی. آره ولی به اسم سینی گرفتم واقعا. خب با کلاس هسته مگه داریم مگه داریم. ها اینو ببین که اصلا حاضر نیست 2 قدم راه بره. میبینی؟ آقا عادل من میتونم خواهری آقا عادل باشم چون منم زورم میاد یه همه راه رو برم دوستان. تو دقیقا ورژن عادلی فقط یکم کوچولوتر. فقط دختر وقتی میتونیم جلو بیایم و میایم میشه. آره بچه زندگی چرا سخت کنیم دوستان؟ چیا رو باید ببریم خواهرم؟ دیگه همه رو باید ببریم. یه مثال گیلکی میگه رفتم خونه واوو، دل من واوو، دیدم خونه واوو بدتر از دل ما بود. اینم 2:30 خوابیده، ما 3 خوابیدیم، بودم 2:30 خوابیدم. بچه من 1:30 خوابیدم ولی از من 5 بیدار شدم، 7 بیدار شدم و یه دور 5 بیدار شدم و 7 بیدار شدم و خستم. بچه همیشه من دوست دارم خواهرم گردو تو وسایلات چون میدونه که ما اصلا صبحانه رو بدون گردو نمی‌خوریم. دو شب خواب ستاره رو میبینم نمیدونم چرا. پری شب که خوابیدم با هم رفتیم انگلیس، خیلی داره خوش میگذره با هواپیما. انشالله که خیره. انشالله که خیره. یه شبم یه خواب دیدم که با هم قرار یه جا رفتیم ولی اصلا یادم نمیاد کجا، ولی جای خوبی بود. فقط تو گشت و گذاری بود. آره فقط تو تفریح ما. جمعه باید با املت شروع بشه دوستان. طبیعت هم باشه که چه بهتر. مریم هم زحمت کشیده تخم مرغ محلی آورده از اونجایی که خیلی خاطره بدی از تخم مرغ داشتیم دونه دونه اینا رو هر دفعه میارم گلی میشکونه. راست میگی؟ هر دفعه میذارم. مریم من اولین باره که سعادت دارم من این املت رو در فضای باز بچه‌های عزیز در کنار ستاره فود و ای کاش حالا که اولین بارت بود حالا سنگ باید می‌خوردم. نه بابا جان بیرون حواسم نبود. پنیر پیتزا و اینا هم میگرفت. یک حالی میداد. نه ولی املت ساده این سنتیه. آره مدرن بود این سنتیه ولی خب اولین باره با تخم مرغ محلی از جا میافت. خدا به پول مرغای شما خانم قوت بده مال مرغای شما. آره فشار میاد یاد داریم فشاری که میاد فشاری که جو بودیه آخه یه دفعه کوچولو عملی خوب کاری کردی بیشتر چون مرغا کوچیک‌تر بود. نه نمیدونم بچه مرغن نه بچه مرغ تازه به بلوغ رسیده در این املت دوستان نداشته. اینو که من رنده کردم تا الان هم صف دادم. تخم مرغا هم دیگه خودم دارم میزنم. سعید ندی فقط سعید تو مرغا رو خانم تو داری کار به چیز داماد منو به تعویق میندازی خانم.
هر که نان عادل شاعر میگه هر که نان از عمل خویش خورد ملت حاتم طاهی نبرد چه سری بشه طاهی جدید این طاهی چه دفعه طاهی آره چند تا شد ببین 1 2 3 4 یه درزه که کوچولوتر این 6 تا برای باقل خورش نمونه 6 تا سیمی من نه آخه دیگه این کوچیکه من 2 تا تو باقل خورش این بسه بسشه تا صبح یکی میخوردی که الان 2 تا شد کوچیکه خونشون کوچیک بود یه ذره بگم اینا فضایی املتمون حاضر شد دلتون نخواد بچه هم سفره رو انداختن ما یه گفتیم نون کمه دوباره نون گرفتیم ولی واقعا زیاده این چایش بوی خوبی میده ستاره قشنگم هل ریختم براتون گل سرخ ریختم چه باشه املتی چه میکنه این عادل و ستاره بود عزیز ما واقعا واو ماما میا ماماسیتا کاچلا و نون بربری باید پارش کن بربری این بربری خالی نیست ساسیمی این یه نوع سبزی داخلش آره ببین سبزی آره عادل یه اصلی میده بوش کنی ببینم چه بوی میده به نظر میده نه بوی نون میده ولی یه سبزی داخلشه بچه ها فوق العاده آره بوی قرمه سبزی میده بکنم چنبلیل گفت بس شنبلیله حتما یه خاصیتی داره که تو نوناشون میریزن همه پر بشینیم بچه ها بیاید بخوریم قاشق پس چای قاشق خرد میشه ما همین تفکیره چیز کنیم آره بله راست میگه خیلی خوشمزه به نظر میرسه دوستان خیلی خوشحالم لیوان داریم و برای چایی اصلا نه من چایی نمیخوام لیوان بردم بچه ستاره اینقدر سر این لیوان به من گفت از دیروز لیوان شخصی برای خودت بیار امروز هم زنگ زد که ببینم من بیدارم گفت لیوان تو بیار دور توماش نشستم گفت لیوان آوردی خیلی باحاله آره آوردم رسوا کرد یعنی بی‌نظیره بچه واقعا راست نرمه اولین بار تو طبیعت دارم املت میخورم من واسه همین فوت کردم خیلی داغون خشمی داره الهی بمیرم از اون مردی سخت و بولی بار سوخته الهی بمیرم اول بارا تو قرار نمون بولی چاله سوخت بچه ها که من دارم فوت میکنم نتیجه اخلاقیه که من پنداهنده رو گرفتم ببین اونجور من بچه عاقل تحویل این مملکت میدم که یکی اگه یه اشتباهی کرد دختر تو راه رو نرو حالا همینه آفرین چه دهنی داره قشنگ نکن میافتی بابا بیا پایین وای بذار کمکت کنیم دختر نادام میافتی وای میافتی سزا افتادی خیار شدی الان مارمولکه دیگه این همون مارمولکه هست دیگه دو تا پادم از دو طرف بده این مارمولکه یه دستش بلنده یه دستش کوتاه وای سزا نیافتی جانه مارمولکی جانه وای سزا اصلا جب آقا دل به نظرم بشتاب قیافه شوهرخاله همسرش در خطره شوهرخاله میخواد که خانمش همیشه رو پای خودش وایسه آره اونجور خانواده اونجور خانواده هر که نان از عمل خویش خورد منت حاتم جایی ندارد بچه ها دوستای عزیز نیست این دوستای عزیز میگن که آخه خانم یا شال بردار یا شال بزن آها مال شال بزنم فعلا هر طوری راحتی نه خانم بعدن میگم ما همه خواهر برادرای تو هستیم بمیرم من برای این خواهر برادرای عزیز بچه این اصلا اینجوری دیگه بهش عادت کردم یه وقت میفته یه وقت میذارم زیاد من شما جدی نگیری خانم من یه آدم جدی نیستم زدار بلغه وای بابا اگه اون نرفتم اون اگه بچه‌های عزیز چطور یه لحظه وایسا اون اگه نرفتن گروگاز خودشو نشکن آره بگم هستینش آخه اول فرد آقا دل بدتر اینا میخواد رو نه عادل نجات دهنده رفیق بیکلک عادل رفیق بیکلک ستاره درخت رو تکون داد یه لحظه درخت یه لحظه خدا نجات اون درخت واقعا داره تکون میخوره اون درخت واقعا اصلا
براش عمیق بخوان قیافه ستارش رو اونجوری خوابیده آخه دریچه آه میکشن. چه چایی خانم تو چرا چایی چه چایی هست خانوما اون بچه اگه خودشو به کشتن نده ما میتونیم بعد از اون بریم اونجا یه لشی بکنیم. سیمی جان میخوای بخوری ببخشید نون از دستت برداشته دیگه بچه دیگه ما صابونه رو خوردیم با این قسمت خیلی داری خسته میشی. من اینجا ریلکس دارم میکنم بچه‌ها اینا دارن چیز میکنن مراسم فیلمبرداری هستی رو آماده میکنن من اینجا مدیریت میکنم دیگه خانم بده به این بده به اون بده به اون که اونجا بتونم پهن کنم. عالی ممنون از دستاردارای عزیز. آوالبالو هم باید بیاد. آوالبالو میوه عینک چه حاله؟ چه حسی داری به خاطر من اسیر شدی؟ نه مشکل نره ما با اونو گرفتاریم واقعا بچه ها بگو عکس و فیلم هایی که ما میگیریم همینقدر زحمت داره. این وضعیت ماه که بهشون کمک میکنم ویدیوها عکسای زیبا بگیرن. آره میخوایم بعد بریم روی اون عکس بگیریم. منو به خاطر عکسشون آوردن. ببین این دختر پیر فرسوده رو چه ولی دیزاینی کردیم خدایی بچه برای دیزاین به ما حتما پیام بدید. وا این پشه چرا این کار اشتباهه. من خودم هم بچه شوخی با کودکان نکن اون الان نزده خوبی؟ خوابیده بچه ما آقای راننده بچه باز کنید آده دیگه عنکبوت باز کن باز نشه اینقدر گفتید باز کن دیگه هستی بابا دارم میزنم. آده یه عنکبوت آده چه احساسی داشتی اون تو بودی؟ بخوابم خوشت من؟ هوا کم میاد بقید احساس میکنم هوا کم میاد چرا آدم درز نداره مگه؟ نه دیگه درز داشت بچه داری چی کار میکنی؟ با شرایط سخت پایی میشونی آدم ها تو سختی ها ستاره میشن مریم جون. واقعا کمبود آب هم داریم آخه. یه بشک آب رو به خاطر این ماهی بچه ها تمام کردن. آخریه خدا شکرت. خانم علیزاده ساعت 5 دقیقه به 2 بعد ظهر بچه‌ها ما هنوز نهارمون آماده نیست ولی از لذت داریم میبریم از این طبیعتی. تو خیلی داری لذت میبری. من مدیتیشن کردم بی‌ادبی پیش شما یه مدیتیشن کردم الان خیلی رویم اصلا نسبت به صبح نسبت به 1 ساعت پیش بهتره مشغولم دیگه. حالا ستاره جان داره مراسم مشغول نشستن دوستان. بچه تو لیوانت بریزم بچه‌ها امروز آب جوش دار. نه بذار الان اونو میشورم. واسه همه داریم می‌ریزیم دیگه. آره واسه این دو تا ستاره جونم داره بساط باقالی خورش. من برای باقالی خورش سیمین و هستی خیلی دوست دارن. زینب خیلی خوشش نیومد. ببخشید این حرکت معنیش چیه؟ یعنی غذای مورد علاقه این حرکت مدل پدرمه. سوسو. بچه‌های عزیز در مورد باقالا خورش من بهتون بگم که ما میتونیم بگیم باقالا خورش باقالا خروش هر دو تا یه معنی رو داره. بچه‌ها در ابتدا فکرتو روشن می‌کنی. انتها رو بذارم اول بگم خانم. چرا؟ انتها رو بگم تو اول بگم. بچه‌های عزیز من دوست دارم باقالا خورش زیاد تخم مرغ داشته باشه. ما امروز معضل داشتیم روی مراسم تخم مرغ. یعنی شما تو باقالا خورش تخم مرغ نمی‌خوری؟ چرا؟ خیلی اصلا نمی‌خورن. تو می‌دونی خیلی‌ها تو باقالا خورش گوجه می‌ریزن؟ اصلا انقدر بدن میاد اصلا خانم غذا رو به هم می‌ریزن. الان خوشمزگی باقالی خورش اینه که با روغن جامد درست شه. کرم حتی میتونید بزنید ولی از اونجایی که ما روغن جامد نداریم مثلا این مایه داریم استفاده می‌کنیم. ببخشید بچه‌های عزیز نباید مارکت اگه من دارم آموزش میدم چه می‌کنی اینو بگید. اگه من دارم اونا چیزشون داره میاد خانم بیار دیگه چیکار دارید می‌کنید؟ نمیذارم من کار خودم. بچه‌ها من یه ذره با مدیتیشن می‌کنم آب آروالو به قول مامان آروالو آب و باید
آقا بیاین اینو خیلی دوست دارم. سیر له کنه. اون سری که به من پیشنهاد دادی با پوست بخوای له کنی سیرو خوب میشه اصلا هم نشد. الکی هر چیزی میگن انجام ندید بچه‌ها. چون اون پوستش مانع میشه که این قشنگ له بشه. زردچوبه یه دونه سری زردچوبه بیا دیگه دستیار سوشو میخواست یکم کم کنی. آره میشه کمش کنی سو یعنی زیر شعله های گاز را یک مقداری کم بکنید. خوبه کم بابا جان کم داره زیاد میکنی. بین علما اختلاف اون چیزی تو دستت گرفتی ستاره. خوبه فعلا داخل. گمج یه چیز گلی هست که زیاد گرما به بالا نمیرسه. نه گمج اینو فوش هم هست. مثلا به فلان می آقا تو خیلی گمجی ها. چرا اون دالی؟ آره گمج که خاصیت خیلی خوبی داره. چرا بهش میگن گمجی؟ در عین خاصیت بودن داله. به جای اون حرفایی نمیذارن هم بزن. ببین اصلا دل به کار نمیدی. وای ببین بچه‌ها یه عطر سیری میده. سری باقالی رو بریز. سری باقالی رو بریز. این داره سرخ میشه دیگه. باشه. سری بریز. نمیدونم چه خاکی داریم این باقالی خورشه باقالی خورش دست بردار دست خانم یه ذره به من امان بده. اینو یه ذره چون سبدی هست. ماما اصلا من باقالی ها حیفه. میدونی بچه ها کیلویی باقالی کیلویی 180,000 تومنه. منم نداشتم سیمین آورد. باقالی کیلویی 180,000 تومنه. باقالی خورش بهتره که خوشنمک باشه. آره الان احساس میکنم که انگار سیرش کمه خواهر. نه بابا جان یه بوته بود. اون بوته نمیخواد بنه بود. آره یه بنه سیر. یه هفته که نبود. بنه خاله اون بنه است. اون بوته توی باشه ما یه مقداری که بچه‌ها سیر داغ گرفتی به دست آموزشو گرفتی به دست. من میام جلو اینجوری نمیشه من خودم توضیح. خب بچه‌های عزیز ما سیر داغ آماده می‌کنیم. باقالی رو بهش اضافه می‌کنیم. یک مقداری شبید. آقا چقدر با دقت نگاه. شبید یه مقدار شفید زردچوبه شفید تو با چی راحتی همونو بگو. شفید ما می‌پیش من عاشق این ظرف نمک الان زدم زدی. ببین آشپز که دو تا باشه آش یا شوره یا بینا ستاره ولی شبید تو خیلی سبز نیست. اینو از کاشان گرفتم. سبز نیله خیلی سبز نیله خیلی سبز بودی. خیلی خوش عطر سیمی. میشه عطرانم تو شبید منو ببینی به شبید خودت اصلا چیز برگریزانی. الان اینجا بوده روز بعد بزن اونو همه رو بریم. نه اونجا زیاد شبید نریز. ببین اونجا دیگه پیشش نکنی خانم. هر چیزی ولی ما بیشتر میریزیم. انگاره‌ای داره برای خودش. اینو به خاطر گل روی تو ریختم. آره وگرنه من نمیریختم. ما ولی میریزیم. اینو دیگه خیلی بیشتر به خاطر تو ریختم. الان دیگه یه ذره نه یه ذره تف بدیم دیگه. حداقل بچه‌ها هر چی شما اینو تف بدید خوشمزه‌تره. اگه تنها می‌خوای درست کنی خب یه ذره اینو بچه‌ها هر چی تف بدین اصلا بدونی این صدای این آب که داره میاد این فضای سبز این بچه‌ها دور بر من هستن با این باقالی خیلی مزه داره. اصلا نمی‌دونی. من نکته برداری عادل میای اینجا زندگی کنیم از این به بعد تو میای مامان داره نقش قتل تو میکشه. برو آشپزی تو باش. یه ذره سوشو زیاد کن. یه اینجا دستور نده. شکار مگه اینجا چی داره؟ گاو ما میذارن میارم. راست میگه گاوو میذاره ما میایم اینجا. دیدی حالا روغنش زیاد نبود. جذبه بعد پس میدی دورت بگردم. به خاطر دورت بگردم این به خاطر این گودی که داره به خاطر شبیهی که میریزی روغن جذبه بعد که باقالی خروش به عمل میاد روغن پس میده. ببین میگم باقالی قاطو جوش کنه نه باز مرا بیهوش کنه. باقالی قاطو جوش کنه باز مرا بیهوش کنه. خب الان آلو مسما بیاد بره بغل بکن تا صبح بخوستم. چی بودی؟ آره که داری شعر میکنی لطفا اون ماهی هم مزدار کن. من آلو مسما اشتباه گفتم. چرا تا صبح بغل کنم خواستم ما خیلی اشتباه. اینجور کارا ماهی هم لطفا مزدار. الان اینو میتونیم ما آبش رو اضافه کنیم. بیاد ببین چقدر سبز بچه‌ها. بیشتر نماز بخونید.
نه دیگه، چون ما در فضای باز هستیم انعکاس هایی که به ما داره مثبت میده، انرژی مثبت بس دیگه خواهر. این باعث میشه که این باقالی خورش همین اندازه سرخش کافی چون خود محدود بسته است. ما اینجا آدم روایی اینجا صورت گرفته. این تویی؟ درو باز کن، درو باز کن. وایسا درو واقعا این تویی؟ درو باز کن. بودو حالش داره بد میشه. نه یه لحظه بکرد داریم توطئه میچینیم. خدا ایده دادم ببین میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. مور خودش مونده. شاعر اینو گفت. شاعر مور رفته دیگه مور خودش میگه مور نسوزه. نه بچه من اصلا کلا آدم استراتژی هستم خانم. استراتژی هستم. نه اون چیز نیست که فضای بسته دارن. واسه کمکش کنم. نه خودم میام غلط. بابا غلط خیلی شرم میاد. چه این خدا الان شروع نمیشه. مریم از قدیم و ندیم گفتن ماهی و برشته بخور، خوش نمک، گوشت و خام. شنیدی یا نه؟ حالا میرسیم به قسمت فلفل. اینو باید ببندم دیگه. برسیم به قسمت فلفل. چه خبره؟ مریم بچرخم. وای ساخه رفته دم. واقعا از این کار بدم میاد. من اصلا حالت لزجی که داره اصلا نه ببین یه ذره گوده بود. گوده بزن دیگه بعد از دلم دیگه خوبه دیگه نمک نزن دیگه، خیلی نمک شد. بله دیگه فلفل زدم. من زیاد دخالت نمی‌کنم. چون زردچوبه کسی نمیزنه ولی ما به خاطر اینکه رنگ طلایی داشته باشه میزنی؟ آره ما میزنیم. ما میزنیم. آره ما نمیزنیم. ماهی طلایی بشه. حالا مریم تو اینجوری حل بگیرم. خیلی عالیه بچه‌ها. این ماهی و بچه‌ها رفتن آماده از همون محل زنده بودنشون موقعی زنده بودن بچه‌ها خریدن همونجا متاسفانه موقعی که زنده بودن خریدن کشتن ماهی رو. دار فالی و بداگ ولی واقعا میگن که ماهی خوردنش اینجوری تازه مزه داره. این چرا جوش نمیکنه؟ آبش سرد بود آخه. آفرین ببین اگه آب گرم بود تازه الان داره کم کم به اون حالت جوش. ولی به نظر من با همون نه اینکه آب سرد آب شیر بهتره تا شروع به جوشیدن کنه باقالی‌ها بپزه دیگه. ستاره شما گمجت سر نداره نخون نداره؟ نخون. بچه‌ها این ماهی تا بعد میذاشی اینو میذاشیم سرخ بشه دیگه. الان میذارم. من دستم بشورم دیگه. ماهی واقعا خوردن. آره. امیدوارم خوشنمک باشه که آره خوشتون بیاد. من نمیدونم. میخوایی همینجا میپاشیم یکم. همه رو که داریم نمیذاریم. اینو سرخ میکنیم اگر چیز بود. آره نمکش اگه کم بود اون یکی رو نمک بیشتری بزنیم. واقعا تجربه اوله منه. غذای این مدلی تو طبیعت خوردن همیشه کباب بود یا چیزای دیگه ولی این دیگه اولین تجربه است. خوشم میاد. خیلی باحال. دوست داره. سیمین دوست داره. بس میگه میتونی یه ذره روش دوباره نمک بزنی. خب بس عادل این بعد بسته. ببینیم خواهد مرغا رو بهش اضافه میکنیم. من تو تخم مرغ تو باقالی خوش دوست دارم یکی کاملش رو میخورم. به همین دلیل یکی هم برای من بزن. یکی هم تخم مرغاش خیلی بزرگ نیست. سه تا یکی دیگه هم بزنم. یکی بزن من نمیخورم. این میشه تخم مرغ باقالی خوش بزنن که باقالی خوش تخم مرغ. الان بچه‌ها میگن شما چرا از صبح شروع کردین تخم مرغ خوردن؟ آره برامون خوب نیست. بچه‌ها البته سیمین هم نمیزنه ولی من یک کوچولو همش میزنم. نه من میگم درسته بگم. چون الان تعداد اینم که بالای دیگه هم دارن ماهی و اشتر ماهی هم در حال سرخ شدنه. بچه‌ها همینجا که بودیم همستر یه آپدیت جدید داده نمیدونیم چه غلطی داره میکنه اسیرمون کرده. فهمیدم شما هم در جریان میدم.
چی شد؟ برای بازی دارم. این الان دیگه چه بازیه؟ ماجور یعنی میگم مجور. ما اینو نداریم بچه‌ها دیگه، ما اینو نداریم خوشبختانه. اینو باید داشته باشه دیگه. خوبه. آره. من نیست اونای دیگه چیکار کردن؟ من نیست که مادرم اشتباه میرفتم عادل. عادل اونای دیگه چی کردن که این میخواد بکنه؟ ولی همه سر ما رو گیر آورده آقا، ما رو گیر آورده. ما تو پول غرق میشیم. آخرین مرحله ماهی در حال سرخ شدنه. ما هم دیگه سفره انداختیم. چه تعریف باحالی شده. نهارمون رو بخوریم. چه باقالی خورشتی. با همکاری ستاره پود و سیمی پود. جای شما سبز، به قول امیرعلی بچه‌ها جای شما سبز باشه. بفرمایید دوستان بخورید. منم ببرید. کمی کسری دیگه. خیلی عالیه. ببخشید زینب جون خیلی ماهی دوست نداشت. نه من امیدوارم که در کل از طعم غذا لذت ببره. بچه‌ها ماهی خیلی فوق‌العاده شده. آره من دارم بهش فکر میکنم. من به سمت باقالی خورشو بذاریم اون سمت. ولی امیدوارم که شله یه ذره باشه. فقط نمکش اینو بچه‌ها نمیدونم. شله دوست داری؟ سیری شله پلو دوست داره؟ یه ذره کمه نمکش. باقالی خورش. آره. ما خواست بریم ببریم. میشه اینطوری پاشیدنی آدم حالیش نمیشه چقدر داره میریزه. ماهی بردار یه تیکه بزرگ برد. این دو رو نمیشه. نه بخوریم نمیشه. چنان زن هستی همچنان خوابه. خیلی حال داد. مریم به من گفتش که با این صدا سیمین خیلی آرامش داشت خواب. گفتم که آره خیلی، ولی وقتی خوابیدم دیگه صداش نمیومد. میگم دیگه آدم خوابه که صداش نمیاد. دیدم راست میگه. بچه‌ها من الان توی مرحله هرز خوراکم. هرز خوراک یعنی چی؟ یعنی دیگه اصلا اینطوری هم که رو هم فقط دوست دارم بخورم. موقع نهار 2 تا قاشق پلو گذاشت، یه تیکه ماهی اون اونجی مثلا چیز پلو نخوردم. خودش با کلاس اومد کنار، ولی الان انقدر چپر چلاق خورده این بچه که بچه من حوصله‌ام که سر میره، مغزم فرمان خوردن میده. یعنی مغزم اینجوری که چطور بتا رو هم بخور حوصله‌اش سرم. این ما تولدمونه چه اتفاقی قرار بیفته؟ امیدوارم که پول خیلی زیاد برامون بیاد، سلامتی و عشق الهی عالی، خوشحالی برامون بیاد، همینا برامون بیاد، هر چی که دوست داریم برامون بخرن، تولدای خیلی بزرگ برامون بگیرن، سورپرایز خیلی زیاد. چه سعادتی. من امسال میخوام که چیه؟ منظورمون تویی. من غلط می‌کنم خواهر. من یادم بی پولم. بچه‌ها من امسال واقعا تنها چیزی که از خدا میخوام پول و خوشحالی از سر دل و سلامتی. این سه تا چیزو میخوام. نه این سه تا چیز دیگه خیلی این سه تا چیزو میخوام. خب من تنها چیزی که بچه‌ها از خدا میخوام آرامش روح و روان. امسال خیلی تلاش کردم قوی باشم، مستقل باشم. بودم. امسال میخوام ولی تلاش کنم که فقط خوشحال باشم. خوشحال باشم چون گاهی وقتا اون استقامته به من خوشحالی نمیده. چه جالب. ببین این میتونه، تو میتونی خواستن توانستن. حکیمی گفته که شاعر باشه. در وصف شاعر من براتون میخواستم بگم که یادش رفت. نه حرف میزنه مشخص یادش رفته چی میخواد. نه وایسا. خواهی توانی دلی به دست آور. دل شکستن هنر نمی باشد. یعنی این شادی به تو برمیگرده، تو خوشحالی به دست میاری. یعنی میخوای که برای تو سورپرایز کنم که به من برگرده. آره شما میخوای همه تو خوشحال باشی؟ پس برو خوشحال کنیم. خدا شما خوشحال کنیم. خب من امیدوارم که تو سال جدید از زندگی یه گاو برای من بخریم. آقا بذار من حرفمو بزنم. کاش واقعا اگه قرار بود فقط تو رو خوشحال کنیم زندگیمون از این رو به اون میشد. واقعا این کار رو میکردم، حالا به هر قیمتی. ولی مسئله اینه که خلوص نیت نداریم. ستاره خلوص نیت راست میگه. ببین نیت تو خلوص کن، خالص کن. بله بابا. برای من ایده امسال من دوست دارم بچهای گوساله برای من بخرن تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب شود. ولی
من به آینده فکر می‌کنم، چون میدونم که گاوی دارم که میتونم ازش شیر بدوشم، کره محلی، شیر محلی، ماست محلی. اینا خودش بر روی زندگی و زنده بودن میده. حالا دیگه نظر خودتونه، یا گاو یا ماست یا کارخونه ماستسازی. نمیدونم خانم، من نمیدونم. هر کادو یه ماست. چطوری؟ خوب خوابیدی؟ واقعا بچه خوابیدم تو دل طبیعت، خیلی حال میدم. مثلا دادم به هستی که اینو به شما بده. هنوز خوابه. بچه خیلی خوب بود، فقط اینو خیلی با پای من درگیر بودن. یه سوال داشتم ازت. با این صدای خوابیدی، با این صدای مثلا آرامش بخش، با چه سوال سختی باشید. الان نمیدونم من دیگه با صدای تو خوابیدم عزیزم. نه با صدای فضا، اون شرشر آب. 100%. خب خوابیدی صدا تو مغزت بود یا نه دیگه خوابیدی رفتی؟ نه اصلا خوابیدم دیگه صدای هیچکی تو مغز من نبود. پس طبیعی بود. وقتی آدم میخوابه دیگه صدایی به گوش آدم معلومه صدایی به گوش آدم نمیرسه. چقدر این پلاستیکه که عادل خرید به دردمون خورد، چون الان هر دفعه که میریم بیرون زمین خیسه قبلش میندازیم پایین، بعد زیراندازا رو روش میذاریم. یکم غذا هم برای این سگا گذاشتیم. خلاصه که بچه‌ها جون خدا به آقا عادل برکت بده. آره شما میونید خدا به ستارم برکت بده. قربانه خودش خالص میکنه، داره خودش رو خالص میده. بیا غذا چرا نمیاد؟ شکستیره؟ آره چون کبابینا هم بچه‌ها امروز که من واقعا لذت بردم از طبیعت و کنار خانواده بودن. خیلی خوش گذشت به خاطر اینکه سیمینا زود باید برن. ما میخوایم الان حرکت کنیم به سمت انزلی. نه هیچ هم برنده نبودم، من و زینب 2 نفره اینا رو حریف شدیم. خیلی هم خوب بازی کردیم دوستان. خوب بازی کردیم. الکی میگیم آره هستی هم که خواب بود. برنده بچه‌ها مرسی که مثل همیشه همراه من هستید، انرژی مثبت میدین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ببخشید دیگه به خاطر سر و صدا، چون یه همسایه دیگه هم اومده بود آهنگ گذاشته بودن دیگه، بهشون گفتیم آهنگ تو رو خدا خاموش کنید، ما میخوایم یکم آسایش داشته باشیم. ما خودمونم باند آوردیم ولی اصلا روشن نکردیم دیگه. خیلی داشتیم کیف می‌کردیم از صدای طبیعت. ما خانواده هستیم که به طبیعت احترام می‌ذاریم، با فضای طبیعت آرامش بخش روحمون رو تازه می‌کنیم، انرژی مثبت می‌گیریم. چرا همه اینو چی بده می‌کنیم خانوما؟ بچه‌ها دستتون در نکنه. امروز ستاره جون در کنارش خیلی به ما خوش گذشت. مریم عزیز، زینب و هستی فضول، آقا عادل عزیز که خدا بهش خیر و برکت بده. خیلی روز خوبی رو داشتیم، خیلی پر انرژی بود. خیلی به ما هم از نظر خوراک هم از نظر فضا بهمون خوش گذشت. میگه خوراک، گوشتاگ، مسکن. همه چی عالی بود دیگه. تنوع شد دیگه. ماهی تو طبیعت. من که اولین بار بود توی طبیعت ماهی و باقالی خورش و اینجوری خیلی بهم حال داد واقعا. و تازه بود. مهم این که تازه بود. بچه‌ها اولین بار خیلی راحت خوابیدم. با قیافم چقدر بچه‌ها ممنون از تمام بچه‌ها. ما همه کامنت‌ها رو می‌خونیم. نت خیلی ضعیفه، واقعا نمیتونیم جواب بدیم بهتون، اما ممنون از تمام انتقادها و ممنون از تمام انرژی‌های مثبتی که برای ما می‌فرستید. امیدوارم که بتونیم واقعا یه لبخند به لب شما بیاریم، ستاره گل ما رو حمایت کنیم و در کنار ما باشید. بچه‌ها کلی دوستتون داره. خیلی دست ستار واقعا درد نکنه، دست عادل هم درد نکنه. همیشه ما رو شرمنده می‌کنه. قربونت برم. ما نداشتیم چیکار باید می‌کردیم؟ قربونت عادل. بچه‌ها خب نه بچه‌ها جون خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با ما بودین. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین و اینکه تا درود دیگر بدید. هستی بچه جون همیشه اومدی طبیعت بخوابید، مهم نیست بقیه چی کار میکنن، هیچی از دست نمیدید، شما لایق چیز بهتر هستید، بخوابید. خیلی حال داد. قربونت برم. من گوده هم باید بخوری. قربونت عادل دست در نکنه. قیافه اینا رو ببین. رفتن کم میشه ولی دیدم چرا مثلا زیادتر شده. به یه سری جلو گذاشته بودیم.
مرسی که مثل همیشه ما رو آوردی طبیعت رو کیف کردیم. بچه‌ها دوستتون داریم. تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار. حالا